آخوند دانشمند و دروغ جمل. امیرالمومنین در جنگ جمل به سر می بردن. با مسلمان نماهایی سر و کار داشتن که خودشون رو بر حق می دانستن و امیرالمومنین رو یک امام غیر حق می دانستن. یه خانمی که به خاطر اینکه همسر پیغمبره قریب به 100,000 مسلمون رو به کشتن داده، مسلمون ها رو اغفال کرده، دور خودش جمع کرده، به بهانه خونخواهی از عثمان یه معرکه‌ای درست کرده که عقده دیرینی خودش رو نسبت به امیرالمومنین و حیدر کرار خالی بکنه. دقت نمایید این شخص خطاب به بزرگان صحابه و همسر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگوید با مسلمان نماهایی سر و کار داشتند که این شخص بنا به عقده و کینه دیرینه خود نسبت به صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را مسلمان نما خطاب می کند، در صورتی که الله متعال در جاهای متعددی در کلام پاکش از صحابه تعریف و تمجید می نماید. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد فرستاده الله است و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی، فضل و خوشنودی الله را می‌جویند. نشانه درست کاری آنان از سر سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات است و وصفشان در انجیل مانند نهالی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده و بر ساقه‌هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت زده می سازد تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد. الله به اینها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند نوید آمرزش و پاداش بزرگی می دهد. و در جای دیگری الله متعال ایمان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین را ملاک و معیار ایمان سایر انسانها قرار می دهد و می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس ای پیشگامان نخستین، اگر دیگران همانند شما به آنچه که شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند به طور قطع هدایت یافته‌اند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند. الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوای داناست. شما با چه دلیلی همسران و صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مسلمان نما معرفی می‌کنید در صورتی که الله متعال ایمان آنها را ملاک و معیار ایمان دیگران قرار داده است؟